خب آغاز میکنیم مبحث متمم اعداد رو از فصل اول مدار منطقی نمایش اعداد. خب در این قسمت قرار هستش اول ابتدا توضیحات ابتدایی متمم اعداد رو خدمت شما عرض بکنیم. بعدش به حالا نمونه مثال هایی که مربوط به متمم اعداد هست میپردازیم. خب در ابتدا باید بدونیم که اگه ما یک عددی داشته باشیم در مبنای R، دو نوع متمم میتونیم براش به دست بیاریم. یکی متمم مبنا یا مکمل آره، یکی متمم در مبنای کاهش یافته یا مکمل آره منهای، که در واقع اگه یک عدد n بزرگ در نظر بگیریم که در مبنای R هستش و شامل n رقم n کوچیک، ما میتونیم متمم مبنا و متمم در مبنای کاهش یافته رو با دو فرمول پیاده سازی کنیم. خب متمم مبنا به این صورته که ما گفتیم عددمون در مبنای r هستش، r به توان n یعنی تعداد رقم های عددمون منهای n بزرگ که عددمون هست. متمم در مبنای کاهش یافته تا حد زیادی شبیه متمم مبنی، فقط تنها فرقش این -1، یعنی r به توان n رو ابتدا منهای 1 میکنیم و بعدش از عدد بزرگمون که n بزرگمون که عدد ما هستش در واقع اون رو کم. خب این نکته که باید در اینجا فقط بهش توجه بکنیم اینه که محاسبه متمم مبنای کاهش یافته بسیار ساده تر هستش، اما در واقع در محاسبات متمم مبنا کاربرد داره. یعنی در واقع ما متمم مبنا در واقع مبحث اصلیمون هست، ولی میتونیم به کمک متمم در مبنای کاهش یافته به متمم مبنامون برسیم. و نکته دیگه ای که میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که متمم مبنا رو وقتی به دست میاریم، در واقع متمم مبنا در واقع برابر هستش با متمم مبنای کاهش یافته به علاوه 1. یعنی ما متمم مبنای کاهش یافته رو وقتی محاسبه میکنیم اگه به علاوه 1 بکنیم متمم مبنا به دست میاریم. خب این بوده خب از نکات ابتدایی متمم اعداد. حالا به حل نمونه مثال میپردازیم تا این مبحث بیشتر جا بیفته و واقعا چیز سختی نیستش. با یه حل چند تا مثال و تمرین قشنگ جا می‌کنه. خب ما وقتی سوال حالا از ما خواسته اینجا این مثالی که آورد، 3 تا مثال آوردیم اینجا، که اینجا در واقع 2 تا مثال و در قسمت سومش این نکته است. خب قسمت اولش گفته شده متمم 10 عدد 546700 برابر با چنده، در واقع اینو قرار هست محاسبه کنیم. خب اینو باید بهش توجه بکنیم. خب ما در واقع توضیحات که در اسلاید قبلی خدمت شما عرض کردیم اینه که گفتیم متمم در مبنای عدد یا در واقع مبنای عدد 10. در واقع در اسلاید قبل گفتیم مبنای R، یعنی R به توان تعداد ارقام منهای خود عدد. این میشه تبدیل مبناش. حالا ممکنه سوال به این گونه باشه بگیم متمم 10 عدد این رو حساب کنید. این زیاد فرقی نداره با اینکه بگیم متمم عدد مثلا 546700 در مبنای 10 رو حساب کنیم. حالا یا اینجوری میتونه سوال داده بشه یا اینکه بگیم متمم 10 رو حساب کنیم. در صورت مبنای ما اون 10 هستش. خب فرمول رو همونطور که در اسلاید قبلا بهتون در واقع گفته شد، فرمول به این صورته. در واقع مبنامون که 10 هستش به توان تعداد ارقام که اگه دقت کنید 1 2 3 4 5 6 عدد ما n بزرگ ما برابر هستش با 546700 که 6 رقمه که در مبنای 10 هستش که میگیم 10 به توان 6 منهای خود عدد که حالا 10 به توان 6 برابر با هستش با 1,000,000 و منهای حالا 546700 که اگه اینها از هم کم کنیم متمم در واقع عدد 546700 برابر هستش با 453300. در واقع این هستش از متمم 10. حالا نمونه مثال بعدی متمم 9. خب متمم 9 این عدد رو میخواد، یعنی گفته شده انگار این عدد در مبنای 9 هستش، متممش رو به دست بیار.
خب فرمول ما اگه یادتون باشه، خب ما یه فرمول داریم، میتونیم بگیم 9 به توان 6 رقمه، منهای خود عدد که 546700. ولی خب ما همیشه برای اینکه بدونیم از کدوم این دوتا فرمول استفاده بکنیم، حالا بعضی وقتا سوال خودش تعیین میکنه، اون حالا این که دیگه مشخصه، بعضی وقتا سوال تعیین نمیکنه. برای اینکه بدونیم کدوم فرمول در واقع استفاده کنیم، فرمول متمم مبنا رو استفاده کنیم یا فرمول متمم مبنای کاهش یافته. اونم آسونی محاسبات ما، یعنی بعد ما اول ببینیم کدوم محاسباتش آسون تره برامون. مثلا الان متمم 9 عدد اینو میخواد، خب ما اگه بیایم بنویسیم 9 به توان 6، یعنی طبق همون مثال قبلی، یعنی طبق فرمول متمم مبنا، تو سوال هم از اون متمم مبنا رو خواسته دیگه، میتونیم بنویسیم 9 به توان 6 منهای 546700. ولی خب 9 به توان 6 رو حالا شاید خیلی خب ندونن و بریم بشین حساب کتاب کنیم. ولی اگه بیایم از متمم در مبنای کاهش یافته استفاده کنیم به چه شکله؟ یعنی ما میگیم متمم 9 رو میخواد، ما 10 رو حساب میکنیم منهای 1، در واقع انگار این 10 منهای 1 میشه و در واقع انگار 9 به توان 6، در واقع همون متمم 9 رو به ما میده. ولی خب محاسبات ما رو راحت‌تر میکنه، یعنی ما 10 به توان 6 رو خب میدونیم دیگه، یک مینویسیم با 6 تا صفر خیلی راحت و یه دونه ازش کم میکنیم که میشه 999999. این خیلی راحت تره تا اینکه بیایم 6 بار 9 رو در خودش ضرب کنیم و بعدش بیایم از در واقع عددمون که 546700 هست این عدد رو کم کنیم که خروجی هم در واقع حاصل ما هم برابر میشه با 453299. حالا میگم هم میتونستیم بنویسیم 9 به توان 6، اینکه هم از در واقع فرمول متمم در مبنای کاهش یافته استفاده بکنیم که در واقع محاسباتمون رو راحت تر بکنیم. این بود از این دوتا مثال. حالا یه نکته اینجا آوردیم، اینکه حالا ما در واقع مثال اول که متمم 10 رو میخواست، ما میتونستیم بیایم متمم 9 استفاده کنیم، در واقع بیایم به دست بیاریم متمم 9 و بعد اون متمم 9 رو به علاوه 1 کنیم. اینم یک حالا نکته‌ایه، ولی درست حالا یه ذره محاسباتش سخت‌تر میشه، اما از متمم 10 استفاده بکنیم خیلی راحت تره تا بیایم متمم 9 رو حساب کنیم بعد به علاوه 1 کنیم. حالا ولی خب اینم روشیه، خوبه که بدونیم این نکته رو. خب به اسلاید بعدی میریم. متمم عدد، اینجا مثال متمم 2 و متمم 1. خب قبل از اینکه این دوتا مثال هم بهش بپردازیم، خوبه که اینو بگیم که حالا در مبحث متمم اعداد خب قطعا در امتحانات به صورت‌های مختلفی ممکنه سوال مطرح بشه، ولی اون متمم هایی که بسیار کاربرد داره در مباحث آینده ما در فصل‌های آتی، متمم 2 و متمم 1. این متمم 2 و متمم 1 اصلا در درس‌های دیگه هم استفاده میشه، بیشتر استفاده میشه و کاربرد بیشتری داره. حالا در این مثلا ما متمم 2 رو در ابتدا به دست میاریم و سپس متمم 1 رو بهش میپردازیم. خب از من خواسته شده یک عدد، خب همونطور گفتم متمم 2 عدد، این انگار سوال به این شیوه هستش که عدد حالا 1101100 در مبنای 2 هستش، متممش رو حساب بکن یا به این شکل متمم 2 این عدد رو حساب کن. خب n بزرگ ما این عدد هستش، آر ما که مبنای ما 2 هستش، تعداد ارقام هم 0 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا هم ما چی داریم؟ رقم داریم. پس طبق فرمولمون میشه 2 به توان 7 منهای عددمون n بزرگ با متمم به دست میاریم. فقط بعد این حواستون باشه که 2 به توان 7 ما به صورت در واقع میخوایم با یک عدد در مبنای 2 میخوایم حساب بکنیم دیگه، و 2 به توان 7 هم به صورت در واقع حساب میکنیم، درسته میشه 2 به توان 7 میشه 128، ولی باید به صورت در واقع دودویی نوشته بشه که حالا در مباحث قبلی گفتیم که چجوری اعداد رو در واقع از در واقع مبنای 10 به مبنای 2 ببریم. اینو می نویسیم و بعدش که نوشتیم منهای حالا اون عدد n بزرگ، اون عدد اصلیمون میکنیم و متمم 2 حساب میشه. متمم 1 جوری حساب میشه، متمم 1 به کمک در واقع متمم در مبنای کاهش یافته
حساب میشه. یعنی ما میایم 2^7 رو مینویسیم، یعنی در متمم 2 رو مینویسیم ولی منهای 1 میکنیم، انگار این 2 منهای 1 میشه و در آخر همون 1^7 رو به ما میده. 1^7 هم میتونستیم بنویسیم، میتونستیم اونجوری بنویسیم و بعد از عدد کم کنیم، ولی یه ذره خب اون جمع و تفریق دویش به مشکل میخوره، چون ما هنوز جمع و تفریق هم در واقع هنوز آموزش ندادیم. در واقع از این روش استفاده میکنیم که در واقع نکته‌ای نداشته باشه اون جمع و تفریقش، مثل جمع و تفریق عادی باشه. 2^7 رو مینویسیم، منهای 1 میکنیم، بعدش منهای در واقع عددمون میکنیم و در واقع بعد از محاسبه این عدد به متمم 1 میرسیم که اینجا 2^7 منهای 1 برابر چنین عددی شده و بعدش هم که منهای این عدد. ولی حالا اگه بخوام یه نکته‌ای هم گفته باشم از مباحث قبل که حالا اگه فراموش کردید میتونید به ویدیوهای جلسات قبل، ویدیو تبدیل مبنا از مبنای 10 به مبنای دلخواه R مراجعه کنید. اینجا 2^7. حالا ما اینجا یه روش سریع هم گفتیم در مباحث قبلی. وقتی 2^7 میبینیم ما میایم در واقع 6 تا صفر میذاریم از راست به چپ و بعد از اینکه 6 تا صفر گذاشتیم می‌بینیم چیکار میکنیم، در واقع 7 تا صفر میذاریم دیگه. 7 تا صفر میذاریم چون خود 2^0 هم حساب میکنیم دیگه. 2^0 اینجا دیده نمیشه، صفر میذاریم. 2^1 هم دیده نمیشه، صفر میذاریم. 2^2 هم دیده نمیشه، صفر میذاریم تا 2^6 هم دیده نمیشه، صفر میذاریم. بعدش 2^7 هستش دیده میشه، 1 میذاریم و بعد دیگه حالا دیگه پشت 1 هم که دیگه اصلا خونده نمیشه دیگه، نمی‌نویسیم دیگه عدد دیگه. در واقع این در واقع تبدیل مبناش به این شکل. حالا بخوایم بهش اشاره بکنیم این بود از حالا متمم 2 متمم 1 و این هم خب طبق اسلاید قبلی این نکته هم وجود داره که میتونیم متمم 2 رو با استفاده در واقع قسمت اول این اسلاید رو میتونیم به صورت متمم در واقع 1 به دست بیاریم و بعد به علاوه 1ش بکنیم. اگه نگاه هم بکنید در واقع این متمم 1 ماه که به علاوه 1 میشه، خروجی همچین عددی میشه که برابر هستش با همون چیزی که با کمک فرمول در واقع تبدیل مبنا استفاده کرد. خب به اسلاید بعدی میریم. همونطور که گفتیم خب متمم 2 و متمم 1 کاربرد زیادی داره کلا در درس ما هم تو درسایی که حالا در ادامه در واقع خواهید داشت. اینه که این در واقع متمم 2 و متمم 1 کاربرد خلاصه زیادی داره. ما اگه عددمون در مبنای 2 باشه، متمم 1 و متمم 2 رو میتونیم در واقع به روش سریع در واقع محاسبه بکنیم. این روش سریع هم اینطوریه که در واقع متمم 1 صفرها به 1 تبدیل میشه و 1ها به 0. پس صفرها به 1 و 1ها به 0 تبدیل میشه. تو متمم 2 از راست به چپ اعداد رو مینویسیم تا به 1 برسیم. وقتی به 1 رسیدیم 1 هم مینویسیم و اعداد بعد از 1 رو در واقع صفرها رو به 1 و 1ها رو به 0 تبدیل میکنیم. حالا اگه بخوام یه مثالی ازش حل بکنیم به این گونه خواهد بود. متمم 1 عدد این رو حساب کنیم. متمم 1 عدد 1101100 رو حساب میکنه. خب همونطور که گفتیم متمم 1 خب من فرمول داشت، اون میشه روش عادیش. روش سریعش به این گونه هستش که همونطور که گفتیم صفرها به 1 نکنید 0 1 شد، 0 1 شد و 1ها به 0 1 0 1 0 0 1 شد، 1 0 1 0. این میشه متمم 1 این عدد و خیلی سریع بدون هیچ محاسبه و در واقع سریع تونستیم به در واقع متمممون برسیم. متمم 2 در واقع چگونه هستش؟ همونطور که گفتم اعداد رو از راست به چپ می‌نویسیم تا به 1 برسیم. 0 رو همونطور می‌نویسیم، 0 رو می‌نویسیم، 1 رو رسیدیم به 1 1 هم می‌نویسیم و اعداد بعد از اولین یکی که می‌نویسیم رو 1 هاشو به 0 و 0 هاشو به 1 تبدیل می‌کنیم. 1 به 0 تبدیل میشه، 0 به 1 1 به 0 و 1 به 0. یا به این گونه هم میتونیم بگیم اعداد رو از راست به چپ می‌نویسیم تا به 1 برسیم و بعد که 1 رو نوشتیم بقیه‌اش دیگه روشش میشه مثل متمم 1. این حالا بود از حالا روش سریع متمم اعداد در مبنای 2.
خب خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. لایک و سابسکرایب شما میتونه باعث دلگرمی ما بشه. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.